تا جنایتی نشده است که صادر شده باشد و آشکار نشود. فرقت خواجه‌زاده دادستانی ولایت سوخت آخر هفته گذشته در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت که با گذشت 1.5 ماه از مرگ 2 ساکن ناحیه جبار رسولوف راز جنایت هنوز فاش نشده است. آخر ماه ایون و اول ایول 2 ساکن یک دهه به طور مرموز جان باختند. نزدیکان آنها طلب دارند که قاتلان هرچه زودتر آشکار و بازداشت شوند. گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده است. راهبر گروه معاون پروکورور ولایت از خود دستگاه پروکوراتورای ولایت از کارمندان شهر و ناحیات که در ملکه کسبی بلندی کاری دارند، کارمندان رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت، کارمندان خود پروکوراتورای ناحیه جبار رسولوف و کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جبار رسولوف پر موظف شدند، پر کاربری کرده شدند. شب 26 به 27 ایون ظریف عبدالرحیموف 38 ساله در نزد فرزندانش از جانب 2 نفر شخص نقابپوش به قتل رسیده است. گلصنم عبدالرحیموف همسر ظریف میگوید آن شب در بیمارستان بود و به گفته او شوهرش را در درآمدگاه خانه‌اش کارد زده کشتند. به قول پیوندان خانواده قاتلان اول پول طلب کردند. دادستان ولایت سوخت نیز بر این است که هدف قاتلان غارتگری بوده است. بسیار حرکت‌های تفتیشاتی و اپراتیوی کارهای اپراتیوی رفته سودان برای همین از بسیار ادعاها من دادن معلومات خودداری میکنم برای سیری تفتیشات میگن. در همین حال چندین ساکنان دهه سرچشمه جماعت گلخانه گفتند مقامات تفتیشاتی بسیاری از ساکنان را به بازپرسی دعوت و برخی را بازداشت کردند. در روزهای اولی بعد حادثه یکی از پیوندان ظریف عبدالرحیموف یعقوب ابراهیموف 50 ساله را هم مقامات به ملیسه‌خانه و دادستانی برده عاید این مسئله پرسجو کردند. ولی بعد یک هفته قتل ظریف عبدالرحیموف او نیز سنه 5 ایول به طور مرموز جان باخت. پیوندانش گفتند که خودکشی کرد و اولمبیک یولداشزاده رئیس ناحیه جبار رسولوف میگوید تفتیش مرگ او نیز ادامه دارد. من میخواهم که تیزتر حالت کشوده شود. آدمی که همین کار را کرده است یافته شود. همه جا تینجی است و مردم پی کار خودش است. فقط میخواهیم جنایت تیزتر آشکار شود. کشتارهای مرموز شهر کنیبادام در 2 سال اخیر در منطقه سوخت مردم را به تشویش آورده بود. مقامات آخر سال گذشته چندین نفر را در کشتار بیش از 20 ساکن آن شهر به سالهای طولانی محکوم به زندان کردند و 2 شهروند قرقیزستان را در پیگرد رسمی قرار دادند. ولی این حالتهای نو و یافت نشدن عاملان آن در دیگر منطقه شمال تاجیکستان نگرانی مردم و احتمال قتل‌های نو را دوچند کرده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی ناحیه جبار رسولوف.